سلام، امروز میخوایم با هم کیک نارگیلی درست کنیم که برای دور همی و عصرونه گزینه خیلی خوبیه. این کیک طعمش فوق العاده است، بافتش هم که خودت داری میبینی. درست کردنش هم اصلا کاری نداره، فقط کافیه که تخم مرغ و وانیل و شکر با دور تند همزن حدود 6 تا 7 دقیقه هم بزنی تا کاملا هجین بشه. بعد اون ماست و روغن رو اضافه میکنی، در حد یک دست شدن موادت رو هم میزنی. حالا ترکیب مواد خشک رو که قبلا 2 مرتبه علک کردیم به وسیله علک طی 3 مرحله به مواد اضافه میکنی و هر بار با ویسک به آرومی هم میزنی تا پف مواد نخوابه. در پایان هم پودر نارگیل چرب رو اضافه میکنیم و با ریسک مخلوطش میکنیم. من از قالب مربع 20 سانتی استفاده کردم، برای قالب گرد 20 سانت هم قابل اجراست. مواد داخل قالب بریزید، سطح روش با ریسک صاف کنید و داخل فر پیش گرم شده قرار بدید. بعد از اینکه کیکتون پخته شد و کمی از داغی افتاد، سطح روش رو با کمی عسل رقیق شده مرطوب کنید و پودر نارگیل بپاشید. حالا کیکتون رو به اندازه‌های دلخواه برش بزنید. اینم از کیک نارگیلی خوشمزه‌مون. امیدوارم این کیک رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید.